روز یکشنبه سنه 21 ایون گرفتی افتاب به عمل میآید. این معلومات را سمیجان خوشروکوف جانشین دیرکتور پلنتاری شهر خوجند ضمن صحبت ویدیویی ابراز داشت و افزود که آخرین گرفتی افتاب در سال 2019 سنه 26 دکبر به عمل آمده بود. تصمیه تاریکی مطلق 1 دقیقه و 30 ثانیه را هنگام گرفتی افتاب تشکیل داده است. گرفتی نوبتی حلقه مانند افتاب را مردم تاجیکستان ساعت 16 روز یکشنبه به وقت عمومی جهانی دیده میتوانند. این حالت اثرنامه را باشندگان آفریقا، آفریقای جنوبی، هندوستان و جنوبی آسیا مشاهده کردنشان ممکن است. با گفته سمیجان خوشروکوف در مجموع 111 دولت دنیا این حادثه را تماشا کرده میتوانند. باشندگان کشور ما نیز از قبیل آن خوشبختانه میباشند که این حادثه عجایبی اثرنامه را تماشا کرده میتوانند. از همه قسمی شمالی گرفت از کشور ما میگذرد و آن را ما تماشا کرده میتوانیم، مشاهده کرده میتوانیم. باشندگان جنوبی کشور ما باشد با همراهی باشندگان افغانستان، جنوبی ایران، پاکستان، هندوستان خوب تماشا کرده میتوانند که این فاز گرفت در اینجا 75% را تشکیل میدهد. ستاره شناسان میگویند که گرفتی آفتاب و ماهتاب حادثه طبیعی بوده و بسبب دور گردش ماهتاب در اطراف زمین و گردش زمین در اطراف آفتاب به عمل می آید و گفته سمیجان خوشروکوف گرفتی آفتاب را با چشم عادی دیدن امکان دارد، اما برای به خطر خوبتر میشد اگر بیننده از لوازمات های محافظتی استفاده کند. گرفتی آفتاب را با چشم عادی تماشا کردن، مشاهده کردن خطرناک است. برای همین باید با شیشه های سیاه کرده شده، عینک های سورکه استفاده میبردگی ها و عموما با اسباب و انجامی تاریک کرده شده باید ما آن را تماشا کنیم. پره به تماشای آفتاب ما چشم خود و بینش چشم خود را از دست دادن ما ممکن. برای همین هم باز یک بار دیگر التماس میکردم که شوقمندان علم افلاک با اسباب های تجهیزات کرده شده یا هیچ نباشد با شیشه سیاه کرده شده آن را باید تماشا کنند. در سال 2020 این حادثه از ترنم 6 مراتبه به عمل می آید. 4 مراتبه گرفته ماهتاب و 2 مراتبه گرفته حلقه مانند آفتاب به وقوع می پیوندد. همین گونه سنه 5 ایول گرفته جزئی ماه و 30 نوامبر سال روان گرفته پره ماهتاب در نظر است. دوام 18 سال باشد 72 مراتبه گرفته آفتاب و ماهتاب به عمل می آید. این حادثه کیهانی بوده به زمین تاثیر ندارد. گزارش سید مختار سید انور نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.